سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز میخوام چند تا از کفشای زارا رو که اوردر دادم بهتون نشون بدم، نظرمو در موردش بهتون بگم و همین دیگه. اگر که بخواین اوردرش بدین یا ایده از قبل داشته باشین. کفش اولی که میخوام بهتون نشون بدم اینه که به نظرم کفش جالبیه. البته باید بپوشم و نظرمو بهتون بگم، ولی احساس میکنم کفش راحتی هست. بچه ها من کفش رو تو سایز 38 اوردر دادم که خود راحت تر باشه. قیمت این کفش بود 69.90. کفش بعدی کفش پاشنه بلند مشکی هست که اگر یادتون باشه من این رو توی رنگ سفید قبلا اوردر داده بودم. خیلی کفش راحتیه. تنها کاری که کردم این دفعه یه سایز بزرگتر اوردر دادم و واقعا هم راحت تره. حواستون باشه اگر میخواین اوردر بدین حتما یه سایز بزرگتر اوردر بدین. قیمت این بوده 35.99. کفش بعدی کفش خیلی خوشگلیه به نظرم، توی این رنگ برگندی که این هم استایل جلوش، پاشنش هم بلند هست. قیمت این بوده 59.90. اوکی، بریم سراغ کفش بعدی که این کفش های مشکی هستن که این پاپیون جلوش خیلی به نظرم خوشگلش کرده و این پاشنهاش هم بلند نیست و خب کمک میکنه که کفش راحت تری باشه. بچه ها قیمت این بود 49.90. و کفش بعدی هم که یه صندل تابستونیه که اینم به نظرم کفش راحتی هست، خیلی سبکه و این قیمتش بود 69.90. و کفش بعدی کفش سفیده که اینم به نظرم خیلی خوشگله، چه با شلوار چه با دامن، خیلی قشنگه. تنها چیزی که بعد امتحان کنم و مطمئن بشم که راحته این قسمت پشتشه، چون بلنده که ببینم راحت هست راه رفتم باهاش یا نه. و بچه این قیمتش بود 49.90. به نظرم خیلی کفش خوشگلی هست. و اما این کفش رو اوردر دادم، نمیدونم خواستم این کفش طلایی داشته باشم و پاشنه بلنده. حالا ببینم که چقدر راحته. بچه قیمت این بود 49.90. کفش بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این کفش قرمزه که به نظرم کفش خیلی خوشگلی هست و اینم استایلشه که پاشنه کوچولو هم داره. قیمت این بچه ها هست 49.90. و بعدی صندل قرمز که به نظرم خیلی خوشگله، اینم پاشنه کوچولو و قیمت اینم بود 49.90. و اما آخری که فیورت من هست و رنگ خیلی قشنگی داره، اینم از پاشنش و بچه ها قیمت این بود $109 که این از همه گرونتر بود تو این کفشا. حالا میرم کفشا رو امتحان میکنم و ببینیم که تو پا چطور هستن. بچه ها این کفش خیلی شیک و قشنگ، بسیار کفش راحت، وای اصلا انگار نه انگار که من پاشنه بلند پوشیدم. خیلی خوشگله، من اینو حتما نگه می‌دارم، خیلی قشنگه. قرمز که اینم به نظرم خیلی خوشگله. مثلا تو انگل‌های مختلف بهتون نشون بدم اگه با شلوار بلند بپوشید و اگر با یه چیز کوتاه. اینم خیلی خوشگله، خیلی کفش خوشگلیه. البته نه با این شلوار، شلواری که تقریبا تو این سایز باشه به نظرم خیلی قشنگ میشه، به خاطر اینکه اون قشنگی جلوش رو نشون میده و خیلی شلوغ نیست. این سایز خیلی قشنگ میشه و اینم بچه ها کفش خیلی راحتی هست. و کفش بعدی خیلی راحته، سایزش هم به نظرم عالیه. اگر شلوار بلندم باهاش بپوشیم برای تابستون خیلی قشنگه به نظرم.
نگرش میدارم. بچه ها خیلی راحته این. کفش بعدی خیلی خوشگله تو پا، برای پاشنه به این بلندی خیلی هم راحته. بذارم بالاتر که استایلش رو تو پا ببینید. و این هم با شلوار بلند. به نظرم خیلی کفش قشنگی. بچه این کفش با اینکه جلوش و پایینش رو خیلی دوست دارم، ولی خیلی احساس راحتی باهاش نمی‌کنم. شاید به بعضی پاها راحت باشه، ولی احساس میکنم این قسمت پشتش اذیت ممکنه بکنه. این ریترن میشه. این هم مشکی است، خیلی قشنگی به نظرم، خیلی راحته. اگه با شلوار بلند بپوشین هم قشنگه، با کوتاه هم قشنگ میشه. به نظرم خیلی چیز قشنگ و شیکی هست. این هم کفش قرمز، به نظرم که خیلی کیوت و خوشگله. و با شلوار بلند خیلی هم قشنگ میشه. البته میتونی مثلا شلوار تو این سایز بپوشین که این استایلش رو بیشتر نشون بده، مثلا تو این سایز، ولی تو این هم قشنگ میشه. از لحاظ راحتی هم خیلی کفش راحتیه. این کفشه با شلواره که گشاده پایینش به نظرم خیلی قشنگه. من که دوستش دارم، به نظرم بامزه است. بچه خیلی هم کامفتبله، خیلی خیلی راحته و به نظرم هم خوشگله. شما نظرتون چیه؟ من با شلواره گشاد خیلی قشنگ‌تر میشه، چون یه جوری بالانسش میکنه. هم از کفش طلایی بچه ها، به نظرم اینم خیلی خوشگله، تو پا فوق‌العاده راحته، رنگش قشنگه و اگر با چیز کوتاه بپوشی، شلوار کوتاه، دامن کوتاه، همه چه قشنگه. و حتی اگه رو هم بیاد اینطوری هم خیلی قشنگه. نظر شما چیست؟